پنج کلمه اسلام براش توضیح داد. اسلام همی است. حالی سوال میکنن که اصول دین، بچه‌های عزیز، اصول دین ما همی است. اصول دین مبین اسلام آن همی است. مسلمانی مثال خانه ایدان که بنیادش بود بر 4 ارکان. همان 4 رکن کزان دین را ثبات است، نماز و روزه و حج و زکات است. مسلمانی لا اله الا الله محمد رسول الله یک خانه است که این خانه در بالای 4 ستون ایستاده است. همون 4 ستونه که خانه یعنی که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله در بالاش می ایستد، نماز است، روزه است، حج است، زکات است. او اصول دینه که در 4 کتاب می نویسن. اصول دین برادر 8 قسم است. او یک اصول هست که بین متکلمان رایج بود، به خاطر بحث او را گذاشته بودن. در اونجا واقعا بعضی چیزایی هستن که اصولی هستن، مثل توحید، اما بعضی چیزایی هست که فروعیات هستن، 2م درجه و 3م درجه هستن، مثال امامت امثال اینا. پس اصول اسلامی ما، بینای مسلمانی ما، همین 5 چیز است که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر این جوان اعرابی آشکار ساخت، بیان نمود. وقتی میگه حضرت عمر که پیامبر صلی الله علیه و سلم اصول بیان کرد، این مرد گفت صدقت یا رسول الله، راست گفتی ای پیغمبر خدا. فعجبنا له یسأله و یصدقه. ما میگه حیران شدیم حضرت عمر که این مرد چی در داشته باشه. سوال میکنه و با خودش تصدیق کرده است که راست گفتی. مثل که معلم از شاگرد چیزی را سوال میکنه، وقتی که شاگرد جواب داد با میگه که درست گفتی یا خطا کردی. این مثل شخصی بود که گویا میدونسته باشه، هم سوال کرده است با هم میگه صدقت، راست گفتی. باز میگه سوال کرد، فاخبرنی عن الایمان، ای حبیبی خدا ایمانم برام بیان کن که ایمانش چی است. ما مؤمن هستیم، ما دعوای ایمانداری میکنیم، ما میگیم که مؤمنا بنده های محبوب خدا هستند. خدای تعالی در قرآن عظیم شان خاصتا به مؤمنان مراجعت میکند با لطف، با مرحمت. یا ایها الذین آمنو، ای آنانی که مؤمن هستید، ایمان به خدا و به روز آخرت دارید. پس ایمان چی است؟ میگه حضرت صلی الله علیه و سلم در جوابش گفت ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. ایمان گفت این همین 6 اصل است. ایمان اول ایمان آوردن ایتست به خدا، به الله سبحانه و تعالی. دوم به ملائکه های خدا که هر قدری که باشن به همش ایمان آوردم، خواه نامشو اومده باشه خواه نه اومده باشه. سوم ایمان آوردن به پیغمبران خدا، چقدر پیغمبری که خدای تعالی به پیامبری مبعوث کرده و برای نجات بنی بشر فرستاده است، به همش ایمان آوردم. چهارم به کتابهای خدا، هر کتابی که از جانب خداوند مرسل است به همش ایمان دارم. پنجم به روز آخرت که قیامت حق است، قیامت حق است، از نو زنده گردانیدن مردگان حق است، به همین ایمان آوردن. و نهایت ششم اصل به این که تقدیر نیکی و بدی همه از خداست. در دنیا هیچ کار به مشیت خداوند انجام نمیپذیرد. هر چی که هست، هر چی که می شود، همه به مشیت خداست. بعضیش به رضای خدا، بعضیش به غضب خدا، اما همه به مشیت خدا و به علم خدا واقع می شود. علمی 6 اصل ایمان است. اگر ما و شما را پرسیدن که ایمان چیست، سخنی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم به این جوان اعرابی بیان کرد، ما و شما هم باید بیان کنیم. چرا اینا را ایمان میگن؟ زیرا اگر شخصی به یکی از همین انواع 6 گونه ایمان نداشته باشد، او مؤمن نیست، مسلمان نیست. 5 قبول داشته باشد، یکیش نعوذ بالله انکار کند، کافر مطلق است. بین او و بین ابلیس دیگه هیچ فرقی نمیمونه.
وقتی این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم اظهار نمود، باز میگه همون جوان اعرابی گفت صدقت یا رسول الله، ای حبیبی خدا راست گفتی. فاخبرنی عن الاحسان، گفت از ایمان با خبر شدیم، از احسان خبر مکو که احسان یعنی چی.